توضیح: UNCTAD که اسپل انگلیسیش هست UNCTAD به عنوان کانونی برای کلیه موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های فراملیتی در دبیرخانه سازمان ملل متحد عمل می‌نماید. در گذشته برنامه مربوط به شرکت‌های فراملیتی به وسیله مرکز ملل متحد در زمینه شرکت‌های فراملیتی در سال 1975 تا 1992 و بخش شرکت‌های فراملیتی و مدیریت دپارتمان توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اجرا می‌گردید. UNCTAD به دنبال آن است که محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و ایجاد و توسعه مؤسسات فراهم نماید. این کار از طریق مذاکره بین دولت‌ها، فعالیت در زمینه کمک‌های فنی، گردهمایی‌ها، کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌ها صورت می‌گیرد. عبارت کشور به صورتی که در این گزارش به کار می‌رود، ممکن است حسب مورد به عنوان مناطق و نواحی مورد اشاره نیز به کار رود. طرح‌های پیشنهادی و مطالب و موضوعات ارائه شده در این گزارش دیدگاه‌ها و نقطه نظرات دبیر کل سازمان ملل متحد نیست. به علاوه انتخاب گروه‌هایی از کشورها صرفاً با هدف